درود فراوان بر همه فارسی زبان دنیا. من شهرام شجاعی هستم. شما یوتیوب تشریف دارین برنامه زیبا رو میبینید. یه غذای خوشمزه ایرانی. جنوبیان مثل شمالیان غذای بسیار خوشمزه ای رو درست میکنن. اصلا کدبانوان، آشپزای فوق‌العاده ای رو دارن. ولی وقتی راجع به جنوب حرف میزنی، ماهی یه چیز دیگه است. ماهی هم خوشمزه ترین روش پختشون هم ماهی با سس حشوه، یا اصلا حشو ماهی یا ماهی حشوه. خیلی طعمش دلانگیزه. امروز میخوایم با شما این ماهی خوشمزه که ماهی حشوه هست رو درست کنیم. برای درست کردن یه ماهی حشو، نکته اولش اینه که ماهی درستی رو انتخاب بکنید. ماهی درست یعنی چی؟ ماهی که یه مقدار ضخامت و گوشت داشته باشه که بتونین حشو رو روش قشنگ قرار بدید. نکته بعدی این که میتونید سایزهای مختلف داشته باشید. معمولا با سنگسر درست میکنن و خیلی ماهی جنوب مثل حلوا بسیار طعم فوق‌العاده‌ای داره، ولی حتما نباید از همون ماهی‌ها استفاده کرد. اگر ماهی دارید که طعم خوشمزه‌ای رو داره، میتونید باهاش حشو درست کنید. ما امروز رفتیم سراغ کپور کوچک رو انتخاب کردیم. چرا که اندازه‌اش یه جوریه که با تعداد بچه‌ای که اینجاست جوره. بعضی هم هستن که ماهی دوست ندارن. البته به نظر من که نصف عمرشون بر فنا رفته. بریم سراغ این که بگیم آقا چجوری باید این ماهی خوشمزه رو به یه حشوی خوشمزه تبدیل کنیم. اول خود ماهی رو برای اینکه بتونیم سس حشو روش قرار بگیره، باید دقیقاً ماهی رو کامل باز کنیم. به دو حالت میتونیم باز کنیم. هم میتونیم به شکم باز کنیم، هم میتونیم به پشت باز کنیم. ولی حالا ما به شکم چون تمیزش کردیم، کولکاش هم گرفتیم، باشه به شکممون رو باز کنیم. خب میریم سراغ این ماهی جذاب. خب برای اینکه بخوایم کامل بازش کنیم، از چند حالت میتونیم کار انجام بدیم. ما این شکم رو باز کردیم، تمیزش کردیم، حالا کاملا تا انتها این رو میبریم. این یه جوری بشه که شما بتونید کامل این رو بازش کنید. یه خط هم میندازید اینجا. میتونید استخوانش هم بگیرید، میتونید استخوانش رو نگیرید. حالا هر دو حالت رو میتونید داشته باشید شما. اینجوری کاملا میبینید ماهی باز شده. یه موقع اگر فکر میکنید هنوز نیاز داری کاملا هم تمیز بشه، اون رو تمیزش کنید. برید سراغ ماهیای دیگه و اون رو هم شکمش رو باز کنید. خب اول به سمت سر و بعد به سمت دو. استخون وسطش هم یه خط میندازیم و اون رو کامل بازش میکنیم. به این شکل میبینیم. خب ماهی ها کاملا باز شدن و میریم یه کوچولو داخلش رو تمیزتر کنیم و بیاریمش. نکته اولی که برای درست کردن سس خوشمزه حشو داریم این که ادویه‌اش آماده کنیم. و هیچ چیزی نداره. نمک داره، فلفل قرمز. من میخوام از چیلی پرک هم استفاده کنم. یه ذره چیلی پرک من میخوام خورد کنم. عطر تندش یه جوریه که الان مشامم پر شده. هیچ بهتر از این آسیاب کردن دستی با هاون ادویه نیست. فوق‌العاده است. حالا مقدار نمک و یکم از همین فلفلم که داریم، یکی کمتر چون دیگه خود اون فلفله طعمش کامل کرده. نمکش هم به این اضافه میکنیم و یه ذره با هم دیگه مخلوطش میکنیم. ادویه‌مون الان آماده شد. بریم سراغ درست کردن اون سبزی و اون حشوی اصلی. سبزی حشو معمولا از گیشنیز و جعفری استفاده میکنن. بعضی از شنبرین هم استفاده میکنن برای اینکه ذره عطر بیشتری داشته باشه. ولی اگر شما یه موقعی دوست داشتید میتونید اضافه کنید از سبزیجات معطر دیگه‌ای مثل ترخون و اینا میتونید استفاده کنید. ولی اصلش ماجراش گیشنیز و جعفری. اون رو کاملا ساتوری میکنید. شما میتونید بریزید داخل خردکن یا غذا ساز، اون رو کاملا ساتوری کنید. فقط یادتون باشه سبزی که میخواین آماده کنید برای حشو یا هر چیزی که میخواین خورد کنید، آب سبزی کاملا گرفته شده باشه که همینجوری آب نریزه.
صدای ملوی گربه‌ای هم میشنوید. یه پیشین نباید بره تو اینجاست. خب کاملا این ساتوری شد. به ظرفمون اضافه میکنیم سبزی که ساتوری کرد. حالا میبریمش روی اجاق، کم کم این سبزی اون یک کوچولو لاب بندازه در حدی که نرم بشه و بقیه مواد رو همونجا بهش من اضافه میکنم. خب کم کم گذاشتیم سبزیمون تا آماده بشه و حالا یه مقدار روغن بهش اضافه میکنیم. خب حالا سیر رو بهش اضافه میکنیم. من 3 حبه سیر داخل همین سبزی هشون رو میخورم. حالا بهش کم کم تمر هندیمون رو اضافه میکنم. قرار نیست خیلی سیرمون تفت داده بشه. همینجوری که خوردش بره. حالا ادویه رو بهش اضافه میکنم. ادویه‌ای که نمک بود و فلفل قرمز که چیلی پرکش رو من همون موقع درست کردم، یعنی فلفل قرمزش رو آسیاب کردم. دوباره همش میزنم و در نهایت یه مقدار بهش لیمون اضافه میکنم. خب ماهی همون کاملا شسته شد، تمیز شد، سس هشمون هم آماده است. خب حالا میخوایم مواد داخل روی هشمون رو بریزیم. میبینید نه خیلی باید غلیظ باشه نه رقیق. فعلا یه قاشق رو هر کدوم میریزیم. رنگش هم نباید خیلی سبز روشن باشه نه خیلی سبز تیره. غذای جنوبی کلا غذای محشریه، ولی به شرطی که خود جنوبی ها درست بکنن. ولی ما که تو تهرانیم یا هر شهر دیگه هستیم میتونیم از یه سری ابزار استفاده بکنیم. یه نکته جذاب دیگه، این ماهی کباب میشه. اصلا من خودم عاشق ماهی کبابیم. هشو رو ریختیم روی این ماهی ها. حالا میخوایم بذاریمش داخل توری. برم توری رو بیارم. ماهی ها رو اینجوری خیلی مرتب و منظم به ترتیب قد میچینیم. بریم ماهی خوشمزه هشومون رو آماده کنیم. بریم کبابش کنیم. این کثیفه نه تمیزه. خب با ما باشید. قراره یه هشو خوشمزه با هم دیگه آماده کنیم. همه مواد زدیم، هشومون هم آماده شده. بریم برای کباب کردن ماهی خوشمزه. یه نکته هم در جریان باشید. منظرتون اگه شما کبابپز ندارید، باربیکیو ندارید، میتونید با فر خونگی هم درست کنید. حتی با تنور هم میتونید درست کنید. حالی که اصلا کلا جنوبی‌ها با یه تنور درست میکنن، اینو به داخل یه توری میذارن داخل تنور. شما با فر خونگیتون هم میتونید توی دمای 200 تا 250 درجه حتما با گریل از بالا پایین درست کنید به همین راحتی. خب میذاریم هشون آماده بشه. یه نکته دیگه هم، اگر احیانا باربیکیو داشتید که بتونید درش کامل ببندید، اینجوری ماهیتون زودتر میشه. آماده شد با هم دیگه ماهی خوشمزه. فکر میکنم دیگه هشمون آماده است. من یه تست کوچولویی هم گرفتم ازش، خیلی خوشمزه بود. ماهی کپور کوچولو چقدر طعم جذابی داره. حتما امتحانش بکنید. هشو هم روش اومده بود. واو چقدر خوشمزه. بریم سراغ این که ببینیم این هشوی خوشمزه‌مون آماده شده چجوری شده. آخ 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 نگاه کنید فقط. من و هشو یا هشو و من. بریم برای خوردنش. ماهی هشومون هم آماده شد. شبیه این دوستان که میخوام بگن کلاکت برداشت، ماهی هشومون هم آماده شد. من فکر میکنم خیلی طعم دلانگیزی داشته باشه. بریم یه تیکش رو تست کنیم با هم دیگه. خب این سس هشو، اینم ماهی. به 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 به. همیشه میگم آقا بگم دلتون بخواد یا بگم دلتون نخواد. بعد ماهی هم میدونید که با دست یه چیز دیگه است. خیلی خوشمزه بود. یعنی عالی. این یه دونه مال من، اون 3 تا برای بقیه‌تون. یادتون باشه که پیج منو توی یوتیوب
دنبال کنید به نام شهرام شجاعی یا شجاعی شف. غذای خوشمزه براتون آماده میکنم، خیلی طعم لذیذی داره. من همش این یادم میفته. یه کار جذاب دیگه، یه کوچولو نمکم خودم دوست دارمش بزنم، نمکی تر و ماهی دوست دارم. فلفل سیاه هم میزنم. جنوبیای عزیزمون ناراحت نشن چون اکثرا از فلفل قرمز استفاده میکنن. من فلفل سیاه رو دوست دارم. به همین راحتی. تا یه برنامه دیگه، یه غذای خوشمزه دیگه توی پیج شجاعی شف. خدا نگهدار. عالی.